نه داشتم از پنجره نگاه میکرد. چی شد؟ اول برسم تو بعد سوال پرسیدن تو شروع کن. خب بگو دیگه. دادم بهش دیگه، چی رو باید بگم؟ هیچی نگفت؟ نه بابا چی بگم مثلا؟ تشکر که تو راستی با ماما اینا حرف زدی؟ آره گفت حدود ساعت 12 اینا میرسن. 12؟ اوه 12 چه اینقدر دیر پس؟ نمیدونم، مثل اینکه دایی گفته شام بمونید. غذا تنبلو دادی؟ نه چرا اون وقت؟ به خاطر اینکه یه رو پیش رفتم غذاشو بدم اصلا تو ظرفش نیست. ای بابا این الان میره زیر تخت ماما اینا. خب خیلی برات مهمه؟ برو ظرف اون لاک پشتو بیار بذار اینجا. تو فعلا برو آکواریومشو بگیر 3 روز قراره بری. گفته درست نمیشه، باید یه دونه جدید براش بگیری. اونم اسموک. چی شد؟ چی شد؟ کیف دیگه. کیفو دادی؟ چند بار میپرسی؟ چی میگی؟ مثلا کی با تو حرف زدم؟ او مگه من همین الان اینجا نبودم؟ نمیفهم بیا تو ببینم چی میگی. من اومدم ساعت 8 نبود؟ الان ساعت 8. چرا انقدر عجیب رفتار میکنی؟ او مگه من الان اینجا نبودم؟ چی میگی؟ تنبل هنوز تو اتاقه؟ کجا داری میری؟ امین! چی شد؟ خوبی؟ امین؟ چرا رنگت پریده؟ فکر کنم مریض شدم، گوشم داغی. حالا توان داری؟ نه بهتر. زبان یه دقیقه گوش کن ببین چی میگم. از وقتی رفتم بیرون هر باری که میام خونه وقتی میرم تو اتاق کل روز برام تکرار میشه. چیزی میزنی؟ چی میگی؟ من فکر کردم با یارو دعوات شده با این حال اومدی خونه. بابا چی میگی؟ من دارم بهت میگم هر وقت میرم تو اتاق کل روز من برام اصلا بینه تکرار کاری میشه. ندارم. کیفو پس دادی یا نه؟ آره. راست میگی؟ امین؟ نه چرا؟ چه میدونم، فکر میکردم میتونم با اون پول کلی کار کنم. همین تو رو خدا برو پس بده. یارو از ظهر داره به من زنگ میزنه. حالت هم برای همینه. راست میگی. کنم واسه همین آدم اینجوری شد.
ولی قبلش یه کاری برام بکن. این بار تو برو از اتاق تنبلو بیا. که چی بشه؟ تو به حرف من گوش کن سمانه. من قول میدم همین الان برم کیف پولو برگردونم. سمانه پیداش کردی؟ سمانه با تو اما سمانه چی شد؟ خیالت راحت کیف دادم. خب خوب که چی دیگه کلی هم تشکر کرد. حالا میذاری بیام تو. چته؟ من دیگه واقعا نمیدونم چه گویی باید بخورم. چی میگی نمیفهمم. هر سری که میام اینجا همه چیز انگار تازه است. سری اول اصلا به دروغ گفتم که کیفو دادم، ولی سری آخر واقعا رفتم دادم بهش، بازم هیچ فرقی نکرد. هر سری میام اینجا همه این اتفاقا مدام داره تکرار میشه. من دیگه نمیدونم باید چه غلطی بکنم. گوش کن ببین بهت چی میگم. میخوای بهت ثابت کنم؟ اصلا همین شیرابو الان باز گذاشته که کتری پرشه. بعدش میخوای بگی راستی مامان زنگ زد گفت ساعت 12 راه میافتن چون دایی گفته شب شام بمونید. بعدش میخوای بگی تنبل از ظرفش اومد بیرون و اون یارو آکواریومی بهت زنگ زد گفت این آکواریوم دیگه به درد نمیخوره، باید بری یه دونه نو بگیریم. ثابت شد بهت یا بازم بهت بگم؟ سمانه سمانه میدونم سخته باورش، ولی تو حرفمو باور کردی؟ این همه چی ربط داره به اون کیفول 20 ازت میخوام اصلا تعریف کنی اصلا کجا پیداش کردی؟ من دیشب با بابا رفته بودم سوپر، دمه در این کیف پوله رو پیداش کردم. به بابا هیچی نگفتم که فرداش اومدم به تو گفتم یادته. کیف پوله رو باز کردم، توش کلی پول بود با یه شماره تلفن. زنگ زدم، همسایش بود، آدم خوبی بود. استرس نداشته باش، آروم آروم تعریف کن. من از اون کیف پول برداشتم. چقدر برداشت؟ 300 یورو. چرا؟ نمیدونم، نمیتونستم جلو خودم رو بگیرم. باید برو پسش برم. نمیتونم. نمیتونم چرا؟ واسه چی هستم؟ من یارو دیده که 300 تاش نیست. نمیتونم نداری، من دارم تاوان کار تو رو پس میدم. برو پسش بده.
کیفو دادی بهش بهم زنگ بزن. چی شد سمانه؟ باش باش.